سرخط مهمترین خبرها: مقامات روسیه گفتند جنایتکاری در میان مهاجران 3 برابر زیاد شده است. اختلاف در میان رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان و نظامیان قرقیز در ترکیه اداره بیرقتر را آموختند. درود بینندگان عزیز، مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 11 اپریل سال 2023 است. یک مقامدار روسیه از افزایش جنایتکاری در میان مهاجران نگرانی کرده است. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است سال گذشته 4 از 2000 پرونده جنایی نسبت شهروندان خارجی باز شده است که نظر به یک سال پیش قریب 3 برابر زیاد است. با گفته الکساندر باستریکین، مهاجران اساساً به شرکت در مناقشه ها و رسانیدن آسیب وزن به سلامتی متهم می شوند. این مناقشه هم با گفته رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه بیشتر از سوی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی تشکیل می شود. روسیه میزبان چند میلیون مهاجر از کشورهای سابق شوروی است. برخی سیاستمداران روسیه بارها از جنایتکاری در میان مهاجران انتقاد کرده خواستار برخورد سخت با آنها شدند، اما مهاجران و هم سازمانهای حامی حقوق مقامات روسیه را به نقض حقوق مهاجران متهم می کنند. در رابطه با مهاجران یک خبر دیگر هم داریم. بانک جهانی در گزارش تازه اش گفته است سال روان انتقال مبلغ مهاجران به تاجیکستان کاهش خواهد یافت. به این خاطر متخصصان سازمان پیشگویی کردند که رشد اقتصادی تاجیکستان امسال تا 5% کاهش خواهد یافت. سال گذشته مقامات گفتند اقتصاد کشور 8% رشد کرده است. در گزارش بانک جهانی آمده است سال گذشته رشد اقتصاد اساساً از حساب افزایش چشمگیری انتقال پول از روسیه بود. این نهاد مالی بین المللی مبلغ مهاجران را 3.1 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان حساب کرده است. مؤلفان گزارش بانک جهانی نوشتند اقتصاد تاجیکستان اساساً از حساب صادرات ذخیره‌های طبیعی و مبلغ مهاجران اساس یافته است و دورنمای آن به خطرهای بد شدن وضعیت علاقمند است. در گزارش همچنین از آن نگرانی شده است که آنهایی که شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند همچنان زیر خطر سفربری به جنگ اوکراین قرار دارند و این وضع به قول متخصصان بانک جهانی باعث بازگشت بیشتر مهاجران به وطن می شود که احتیاج را به کمک‌های اجتماعی بیشتر می کند. مقامات تاجیکستان به این گزارش بانک جهانی هنوز واکنش نکردند، اما مقامات همیشه کوشش میکنند نقش مهاجران را در اقتصاد کشور کمرنگ نشان دهند. برخی رسانه‌ها از اختلاف در میان رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر دادند که زیر رهبری احمد مسعود فعالیت میکند. تلویزیون فارسی BBC شام 10 اپریل با تکیه به منابع خود گزارش داد که میان رهبران جبهه مقاومت بر سر محدود شدن تصمیم گیری در دست نمایندگان یک محل، فساد مالی و کم شدن فعالیت‌های نظامی اختلاف سر زده است. با گزارش این رسانه بعضی رهبران جبهه از آن ناراضگی کردند که تصمیم‌های اساسی در میان دو خانواده به خصوص در خانواده احمد مسعود گرفته می شود. بحث دیگر بر سر گم شدن $560,000 است که گفته می شود از سوی مردم افغانستان و کشورهای منطقه برای جبهه جدا شده است. در گزارش تلویزیون فارسی BBC گفته می شود که شماری از نظامیان جبهه مقاومت به جبهه آزادی بخش پیوستند و حالا جبهه مقاومت ملی افغانستان یگان فرد مسلح در داخل افغانستان ندارد. ولی علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، این همه را رد کرده گفته است جبهه به نمایندگان یک محل محدود نشده است و باشندگان بسیار ولایت‌های افغانستان همراه آنها هستند. در بخش نظامی نماینده جبهه گفته است عملیات بهاری آنها شروع شده است. در ولایت اسپروری چمغال قرقیزستان پسران هر روز پس از درس در کوکبارو یا خود بزکشی رقابت شدید میکنند. در این نوع ورزش سنتی اعضای دو دسته برای جسد بز و یا اولوک تلاش میکنند و میکوشند که آن را به دروازه یکدیگر پرتایند. پسر بچه هایی که آرزو دارند در سن کلانسالی بازی کنند مهارت خود را در بالای خر صیقل میدهند. در این باره گزارش داریم. کوکبارو یک نوع سبقت آسیایی میانگی بین اسب‌ها و چوب‌اندازها میباشد. پسر بچه‌ها تا آن دمی که برای اسب سواری بزرگ نشدند هنرشان را در خرها رشد میدهند. اعضایان دو دسته باید جسد بز و یا اولوک را گرفته به دروازه حریف رسانند. اولوک این خلطه 8 کیلویی خاک است. یکی از این خرها بویکا نامیده شده است. هم نام اسب استوره قرقیزی اولوک. بویکا. نام خری من بویکا است. انا این نوشته جاد. چرا بویکا؟ از روی خصلتش. این مثل بویکا است.
بله میدود. تو او را می‌آموزانی؟ بله من همین حالا با او مشغول شدم. او را امروز به اینجا آوردم. برای همین هم به این عادت نکردم. وای اولین خری نیست که به این سبقت می‌دراید. дар сабқати деҳаи байзак наврасонӣ аз 7 то 10 сола иштирок доранд. Қамчибеков дар синфи сеюм мехонад. ӯ орзуи чемпион шуданро дорад. در بازی عقل را استفاده بردن لازم است. شما باید قوی باشید. عقلتون را چگونه استفاده می‌برید؟ وقتی که شما به بازی وارد می‌شوید باید اسب را پایان فرآورده اولک را گیرید و کوشش کنید که کسی را از گروه جدا کنید. شما باید تلاش نمایید که او را از هدفتان دور نگاه دارید. ин даста аз деҳаи ҳамсоя мағлуб шуд, вале писарбачаҳо дар фикри он ҳастанд ки ғолибиятро ба даст доранд. این چیز پایتان را از مجروح شدن و یا شکستن محافظت میکند. من شیمم را در درونش گذاشتم. برادرانم نیز بازی میکردند. این از آنهاست. آیا برای شما خردتر کردند؟ نه، آنها خردیشان میپوشیدند. این چیزها چسبیده نمیتوانند. آنها هنگام بازی بیرون میشوند. متخصصان ترکیه با قدرتی‌های قرقیزستان و آذربایجان اداره بسرنشین‌های بایرکتار اکینجی را آموزاندند. شرکت بایکار در شبکه اجتماعی توییتر خبر داد که قدرتی‌های قرقیزستان، آذربایجان و ترکیه دوره مخصوص آموزشی را درباره اداره بسرنشین‌ها به انجام رساندند. خبرگزاری ترکیه انادولو اطلاع داد که 96 دانش آموز دوره مذکور آموزشی را به پایان رسانده صاحب شهادت نامه شدند. قرقیزستان سال 2021 هواپیماهای بسرنشین بایرکتار TB2 خرید. رئیس جمهور این کشور صادر جاپاروف ماه اکتبر سال گذشته گفت برای نوسازی تجهیزات نظامی قرقیزستان به خصوص خریدن هواپیماهای بسرنشین از روسیه و ترکیه 100 میلیون دلار جدا کرده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 اپریل را فرا میگیرد. апрели соли 2011 тоҷикистон ва созмони амнияту ҳамкории аврупо ёддошти тафоҳум дар заминаи ислоҳоти милисияи тоҷикро имзо карданд. бар асоси ин санад қарор буд дурнамои ислоҳот дар вазорати корҳои дохилии тоҷикистон тарҳрезӣ шуда онро аз нерӯи саркӯбгар ба ҳомии ҳуқуқ ва амнияти шаҳрвандон табдил диҳад ва кори асосии онро ба пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва ҳам ошкоркунии ҷиноятҳо равона кунад. вале ин барнома ки бо миллионҳо доллари донорҳо амалӣ мегашт то охир ҷро нашуд ва бо гузашти вақт душанбе ҳам муносибатҳояшро бо созмони нозирии интихоботҳо маҳдуд кард. 11 апрели соли 2011 баъди 1.5 моҳи гаравгонгирӣ табиби тоҷикӣ аз дасти қабилае дар кишвари Яман озод шуд. табиби тоҷик Ҳомидҷон Очибоев бар асоси қарордод дар як беморхонаи маҳаллии ин кишвари арабӣ кор мекард. ӯро баъди гуфтушуниди миёни давлати Яман ва гаравгонгирҳо озод карданд. давлати Яман солҳои истиқлолият макони кору даромади даҳҳо табибону кормандони тиб аз тоҷикистон шудааст. пас аз табиби дигар Гулрухсор Рофиева низ муддате асири яманиҳо буд ва бо фишори созмонҳои байнулмилал раҳо шуд. 11 апрели соли 1955 зодрӯзи Мағфират Ҳамроқулова овозхони дастаи мусиқии Гулшан аст. вай дар 18-солагиаш ҳамчун сароянда ном бароварда то дараҷаи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон расид ва бо таронаҳои зиёде маъруф шуд. дар солҳои ҷанги дохилии Тоҷикистон ба Амрико кӯчид, вале ҳамоно сурудҳояш Дили мани, Шаби ошиқон, Гулҳои душанбе ва дигарҳо дар шумули маҳбубтарин таронаҳои солҳои 1980 ёд мешаванд. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی تا 1087 سامانی و 1000 روبل روسی به 133 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.